وصیت کرده شود که به قبرستان فلان ناحیه چی باید کرد. اکو وصیت مرده باطل در این موضوع، فقط در مالش در سیکش نفوذ میکنه. اگر 1000 سامانی مانده باشه گوید بچه‌مه همین 1000 سامانی مرا من که از دنیا گذشتم همین را در همسایه تقسیم کن. بعد از سرگذشتن ما همون 333 سامانیش سخن گذشته پدرمان در هموش نفوذ میکند. 666 سامانه که دیگه همین کیسه اک مانده میزنه میگیم خدا رحمت کنه. الله اکبر میشود درست. خب برای همین همون 333 سامانش در گذشت حقش، اینش در دیگه نفوذ نمیکنه گپش. برای همین اگر ما را وصیت کنه بچه‌مه همین مرده من را میگیری و خاولین میبری یا مومن آباد میبری یا حصار یا دوشنبه یا فلان جا، خب وصیتش در این موضوع بیکاره، سخنش نمیگذره. در شریعت سخن او در این مسئله نفوذ نداره. برادرای عزیز و گرامی، برای همین خیلی وصیت نکنید، همین مشکلات نیاره. دائم ببینید پیامبر گرامی میگم بعثت میسرین ولن تبعث معسرین، آمدم که فقط آسانی بیارم، نه آمدم که بالای شما مشکلات بیارم. برادرای عزیز شما ببینید چند آدم چند ماشین سرگردان چقدر کو به کو یا رهبره 4 ساعت و 5 ساعت همین مشکلات چی در کار ایجاد کردن. برای همین کلانترهای ما و شما میگفتن زمین خدا و خاک خدا، هر چیزی که در دنیا کردیم برادر عزیز شما حاصل او را از پیش خدا میگیرید. اگرچنده که شما را امام خانه کعبه جنازه کند یا اینکه شما را اگر گویم که در نزد مکه که اگر دفنتان کند آن چیزی که کردین پاداش او را میگیرید. برای این خیلی وصیت نکنید. بگیم بچه‌مه وصیت ما بر شما همین که بالام نوحگری نکنین، داد و فیغان نگین. خب بچه‌م قرضدار نیستم یا قرضدار باشی قرضکات بیان کن که بچه‌م درو قرضکامو بکنین. خب تکفین و تجهیزم کنین، آدمای خوب شوینم، آدمای خوب جنازم کنن، آدمای خوب تابوت ما بردارن، آدمای خوب در درون قبر ماننم میلش. ولی من فلان جا برای این گفته و مثال هم مشکلات بالای فرزندا ایره هیچ وقت راه نتیم. پدرای عزیز برادرای خیلی مهربان، خدا قرآن میگه یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. خداوند همه وقت برای شما آسانی میارد نه برای شما مشکلات میارد. به پروردگار چقدر مهربان است. ماه رمضان در یک سال یک بار میاد، بیماری روزه را بخور. مادری که نو فرزند کرده برای شیر کردن روزه را بخور. مسافر بدهی اگرچه به سمالیات میرای به مرسیدس میرای به تمام ماشین پیشترین میرای عرق قد نمیکنه، در مسافرتی حق داری که روزه تا بخوری. این مهربانی های خدا را ببین. راستا خواندن نمیتونی، نشسته بخوان، نشسته نمیتونی، راستا مثال با پهلو بگرد. پروردگار مهربان است. برای همین ما هم کوشش کنیم که همین مشکلات ها را بالای فرزندان نیاریم. بچه من مردم گاوی پیش بکش این گپ نگو. ولی بعضی مادرها را ما در صحبتاشون بدیم بچه من ایت راضی نمیشم، دست من خاک بالا اگر به شرطی که تو برای من سرتخته نمیکنی. برای همین شما یک کار کنین برادر عزیز، پدر و مادر وقتی گوش کنین که سخنشان خلاف حدیث و قرآن نباشد. خلاف حدیث و قرآن باشد ما حق گوش کردن نداریم، ما دلشان نمی آزاریم، ما ملالشان نمیکنیم، ولی حق اجرا کردن نداریم. سخنهای مرا نخواهیم پدرها. یکی برادرای عزیز از من یگان ملالی نشوین، چیزی هست از داخل کتاب بیرون نیست. خب در کشتی مرده باشی و این کشتی در بحر باشد چی باید کرد؟ بعضی مثال سفرهای هست که مثال گویم ما و شما سفرهای بحری داریم. اون کشتی ها هست میدونی که قریب 20 روز 15 روز 1 ماه در بحر سفر میکنن. ولی در همونجا اگر یکی مرده باشه چی باید کرد؟ این خیلی از صورتش برادره. اگر
نزدیک دولت های اسلامی باشی، میگد وقتی که به ساحل نزدیک باشی بالک یک تخته دا میبندن و تو همو بالای تخته دا سرت میتن و ساحل و ایسا برده در همو منطقه که رسانیدود همونجا بعد جنازت میکنن، تکفینت میکنن، تجهیزت همش به جا میآید. یعنی اگر در ساحل ها خیلی اونا کسایی که در کشتی سوار میشوند همه اطراف را میدونن ما در نزدیکی کدام شهریم، در چند قدر کیلومتر ما مثال نزدیک هستیم، همه اینا را اونا حساباً میدونن. امروز تکنیکای حاضر همه چیز معین میکنن. ولی اگر نباشد این حالت میگه یگان چیزی وزبینه در بدنش میبندین و هم تا سرش میتین تا یاد میرود دیگر او روحش پیشگاه پروردگار در البته مورد سوال خب راحت و عذاب قرار میگیرد. خب بگذار بدنش اگرچه مثل در خاک میمانیم بدنامون که خاک میشود، استخوان ها مثال هم ریخته و نابود میشود، بگذار اگرچه لقمه همون مایه ها هم که شود ولی وای چه در پیشگاه خداوند خواه راحت و خواه عذاب روح ایشان جوابش میگیرد. خب این شرط مسئله همین. خب برادر ما یک سوالی گفته که یک سجده کنی 40 قضا باید بداری. مثال شما نماز 2 رکعته باشه یا 3 رکعته یا 4 رکعته، یک سجده کردی و دیم سجده را نکردی، هر دو سجده فرض برادر عزیز. ولی بعضی آدما میگن که نه یک سجدهش فرض است واجب، هر دوش فرض است سجده کردن. برای همین یک سجده کردی و سجده دوم فراموش کردی، در دوم رکعت 3 سجده کن، 3 سجده کن. اگر در سجده دوم فراموش کردی در سجده سوم 3 سجده کن. 2 سجده نماز و یک سجده که قبلا در رکعت اول تو را فراموش کرده بودی لیکن در آخر سجده سهو کن. خب دیگر سال زن مسلمان با مرد کتابی یعنی یهودی و نصرانی نکاح کنه درست است؟ حرام ای برادر عزیز. یعنی با مردای کتابی کسی با مرد یهودی یا با مرد که دینی نصرانی دارد اگر با او رفته زن شود این نکاح اینا حرام است. برای مرد مسلمان زن کتابی را گرفتن درست اگر به شرط کتابی باشد. ولی امروز زنای کتابی هم باقی نماندن. امروز فقط همین بچه‌های خوشروی با قوت که یافتن فریفتتان میکنن. خب نکاح دا میدارورنتان برای که از او مردکای و دیگه بهره ماندگی نیست. اونا همه از همون آوان مکتبیشون الکه ارکگالی کن. اونا دیگه نه شهوت دارن نه راحت میفهمن، ای زنا خواهش دارن ولی نمی آون. ببینین ولی امروز جهان امروز یکی نگه که من مثالان چیزا که میگویم که حجت نداشته باشم، بگذار آینده سخن مرا کسی هم شنود. این جای یگان بی حیایی نیست. امروز زنهای حتی که گویم که همین نصرانی از مردها که دیگر بهره نمیگیرن برای خود مخصوص اسباب ها دارن که از همون اسباب ها لذت میبرن. دیگر از آدمای زنده از مردهاشون دیگر نمانده است. به خاطر آن که این طرف خوب میخوره به ناموس و مثال گویم به ننگ میشود، این طرف در عرق نشستگی است. از کجا دیگر در او گویم شهوت و در کجا دیگر او معامله حیاتی میماند. برای این جوانای عزیز من چند بار شما را گفتم برای شما زیباترین و خوشبختترین زن این زنی تاجیک است. از همین زنای تاجیکتان بیرون نرین دادرای عزیز. شما آینده فرزندداری را فکر کنین. شما باید میگیرید پگه فرزند میشود. برادر عزیز او را تو تربیه دینی شاید کده نتانی، زیرا که شما در اون مردم این جبر و ظلم و این کلانیه که شما امروز بالای زنی تاجیک دا میکنین شما در او عیبنی بالا گفزن نمیتونین. در پیش او همه شما زبان کوتاهید. اونجا در شما دست دراز کرد، دست دراز کرد بخلا 10 سال ترمند میکنن. ایرا زده میان پیاش شکسته بیچاره هیچی نمیگه، میگه صبر میکنه مردکم که یک کدک هیچی گپی نه با خوب میشود. او این مسلمان های او دیگه خیلی معامله میکنه. من یک بار معامله شدم بعد ایرسی آمدم برای شما گفته بودم. برای هیچ وقت دادرها حواسی اونا را نکنه، حواسی و زیباگی و سفیدی و تازگی اونا را نکنه. فقط امروز ما و شما برای خواهرای خودمان برای
مردم خودمان که امروز تنفروش شدن، امروز گویم رفته این خداشون در هم دولت‌های روسیه هم در هموجا رفته حواله کردگی هن. چند اون زپسا حتی هست دیدین بچه ها نسبت حتی همین دخترای تاجی که در هموجا قپیدن و کمی ننگ ناموس کردن چی معامله های کردن که همونو تیسر از روسیه به ملکای خود چون بیاین موهای سرشون تراشیدن از قهرشون. برای همین زنی مسلمان مرد کتابی را گرفتنش کلا حرامه، اون نکاح هم نداره.